آمریکا که همیشه در حال رشد و تحول بوده، یک داستان بی‌پایان از ابتکار، تنوع و پیشرفت است. از لحظه‌ای که کاشفان اولیه این سرزمین‌های وسیع را کشف کردند تا امروز با تکنولوژی‌های روزافزون، فرهنگ پراگنده و اقتصاد پویا، آمریکا همیشه محل جلب توجه و تحول بوده است. این کشور به عنوان مرکز نوآوری، آزادی و رهبری در جهان شناخته می شود. از روزهای بنیانگذاری تا توسعه اقتصادی و فرهنگی همیشه یک تاریخچه جذاب و پر از هیجان داشته که باعث شده تا امروز هم افراد به دنبال کشف واقعیت‌های جدید و نوآوری در این سرزمین زیبا باشند. اگر بخواهیم از جهان بحثی داشته باشیم، باید امریکا را درست شناخته باشیم. اگر بخواهیم در مورد کارکردهای آمریکا نظر یا انتقادی داشته باشیم، باید آمریکا را شناخته باشیم. پس بحث امروزی ما در دو قسمت اساسی که عبارت از امریکا از بدو به وجود آمدن تا مدرنیت و خلاصه تاریخ امریکا ختم می‌گردد. بحث اول این که آمریکا چگونه کشوری است. کی بود که آمریکا را کشف کرد و چه زمانی؟ چگونه مستعمرات در آمریکا شکل گرفتند؟ چرا و چگونه انقلاب آمریکا رخ داد؟ چه عوامل باعث جنگ داخلی آمریکا شد؟ چگونه آمریکا به قدرت صنعتی تبدیل شد؟ نقش آمریکا در جنگ جهانی اول چگونه بود؟ چگونه ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم تغییرات را ایجاد کرد؟ آمریکا چگونه در دوران جنگ سرد عمل کرد؟ چگونه سقوط اتحاد جماهیر شوروی تأثیرگذاری بر آمریکا داشت؟ چگونه آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی شناخته می شود؟ می پردازیم به این که سرنوشت آمریکا از کجا رقم خورد و به کجا رسید. مردمان بومی آمریکا گروه‌های متنوعی از قبیل سرخپوستان، اینویت، ناتیو، آلوت، اسکیمو و هاوایی ها بودند که قبل از ورود اروپاییان به این قاره زندگی می‌کردند. آنها با استفاده از دانش و تجربه های سالها روش‌های منحصر به فردی برای زنده ماندن ایجاد کرده بودند. این روش‌ها شامل شکار و جمع‌آوری غذا، کشاورزی، صنایع دستی و استفاده از منابع طبیعی برای ساخت خانه و ابزارهای ضروری برای زندگی می‌شد. آنها همچنین با استفاده از دانش بومی خود روابط اجتماعی و فرهنگی خود را تقویت کرده و از نظر زندگی معنوی و اجتماعی پایداری داشتند. این مردمان به طور معمول با محیط زیست خود هماهنگ بوده و سبک زندگیشان با احترام به این محیط زیست و تعامل با آنها بوده است. پس می‌رویم به سراغ این که کی بود که آمریکا را کشف کرد و چه زمانی این اتفاق افتاد. آمریکا به طور رسمی توسط کریستوف کلمب در سال 1492 کشف شد. کلمب نوبر و کاشف ایتالیایی تحت حمایت ملکه اسپانیا اسکندر کسرانیا سفری آغاز کرد که به دنبال یافتن مسیر جدیدی به سرزمین‌های خاور شرقی بود. او به دنبال مسیر کوتاه‌تر به هند بود، اما ناگهان به زمین‌های ناشناخته‌ای برخورد کرد که بعدها به عنوان آمریکا شناخته شد. این کشف تاریخی علاوه بر اینکه یک صفحه جدید در تاریخ جهان باز کرد، اثرات گسترده‌ای بر دنیا نیز داشت. این کشف باعث گسترش سرزمین‌های اروپایی به قاره آمریکا شد و به شکل بی سابقه تبادل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بین دو قاره را آغاز کرد. اما این آغاز نیز با ضربه‌های برای مردمان بومی آمریکا همراه بود که به تخریب فرهنگ‌ها و جامعه آنها منجر شد. این یک شروع خوب بود، ولی تخریب و ناهماهنگی در بین بومی‌های اصیل و اروپایی‌ها در این قسمت وجود داشت. با وجود این نیز زندگی آنها آغاز و آنها نیز خود را آمریکایی می‌خواندند و در آنجا شروع به زندگی کردند. در قسمت دوم به این پرداخته ایم که اصلاً بومی‌ها از کجا می‌آیند، ولی سوال حالا اینجاست: با سازگار شدن و ایجاد یک زندگی برای آنها، پس چگونه مستعمرات در آمریکا شکل گرفت؟ مستعمرات در آمریکا اغلب توسط کشورهای اروپایی به ویژه اسپانیا، بریتانیا، فرانسه و هلند تأسیس شدند. این کشورها از قرن 16 میلادی به بعد به دنبال اکتشاف و استقلال منابع جدید در آمریکا بودند. این مستعمرات ابتدا توسط مزارعداران، معدنچیان، تاجران و مأموران دینی بنا شدند که از اروپا به آمریکا مهاجرت کردند. آنها در این سرزمین‌های جدید به دنبال فرصت‌های اقتصادی، آزادی مذهبی و فرار از سختی‌ها و تبعیض‌های اجتماعی در اروپا بودند. این مستعمرات به مرور زمان توسعه یافتند و به عنوان پایگاه‌های تجاری،
و صنعتی مهم در آمریکای شمالی و جنوبی شناخته شدند که این فرایند از طریق استعمار، جاسوسی، معاهده‌های خرید و حتی تصرف نیرومندانه انجام می‌شد. پس چرا و چگونه انقلاب آمریکا رخ داد؟ سوال دیگری است. آمریکا به قدرت صنعتی در قرن 19 میلادی تبدیل شد. از طریق فرآیندهایی که به عنوان انقلاب صنعتی شناخته می شود، این انقلاب با ورود تکنولوژی‌های نوین مکانیزه به صنایع مختلف مانند نساجی، معدن، تولیدات فلزات آغاز شد. وجود منابع طبیعی فراوان و نیروی کار مهاجر از اروپا و همچنین توسعه سیستم حمل و نقل مانند راه‌های آهن به تسریع فرآیند صنعتی شدن نیز کمک کرد. نیاز به تأمین بازارهای جدید برای محصولات صنعتی نیز باعث رشد صادرات شد. این انقلاب با افزایش تولیدات، اشتغال و درآمد آمریکا را به یک از بزرگترین قدرت‌های صنعتی جهان تبدیل کرد و نقش بنیادینی در رشد اقتصادی و توسعه جهانی بازی کرد. اما چه عواملی باعث جنگ داخلی آمریکا شد؟ سوال دیگری است. جنگ داخلی آمریکا سال 1861 الی 1865 به عنوان یک از بزرگترین و مهمترین رویدادهای تاریخ آمریکا به خاطر تعارضات ژنتیکی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین شمال و جنوب آمریکا رخ داد. عوامل اصلی شامل اختلافات درباره بردگان، صنعت‌زایی در شمال و کشاورزی در جنوب و حقوق ایالات بود. انتزاع بردگان و حقوق آنها اختلافات اقتصادی را نیز تشدید کرد و افراد جنوب از توجیه این امر به عنوان تجارت و زندگی اقتصادی خود متنفر شدند. علاوه بر این، نقشه‌هایی برای گسترش بردهداری به ایالات جدید باعث افزایش تنش‌ها شد. اختلافات سیاسی نیز نقش مهمی در این جنگ داشتند. همه اینها باعث شد تا در نهایت شمال و جنوب به سمت جنگ کشیده شوند. این جنگ نتایج گسترده‌ای داشت، از جمله پایان بردهداری، تقویت قدرت مرکزیت در دولت فدرال و تثبیت اتحاد آمریکا. اما همچنین باعث شد که زخم‌های عمیقی در جامعه آمریکا بماند که تا به امروز هم تأثیر گذار است. اما آمریکا چگونه به یک قدرت صنعتی با این همه جنگ و جدال تبدیل شد؟ و این سوال نیز می‌پردازیم. دقیقاً آمریکای صنعتی مکان دیگری است. آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی به خاطر ترکیب از عوامل اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سیاسی شناخته می شود. اقتصاد بزرگ و پویای آمریکا، بازار مصرف بزرگ، نوآوری‌های فناوری و رهبری در صنایع مختلف از جمله این عوامل است که آمریکا را به صنعتی شدن نزدیک می کند. همچنین نیروهای نظامی قدرتمند و نقش فرماندهی در امور بین‌المللی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و تأثیرات فرهنگی از طریق هالیوود و فناوری‌های رسانه‌ای از جمله دلایل دیگری شناخته شدن آمریکا با عنوان یکی از قدرت‌های صنعتی جهان است. اما نقش آمریکا در جنگ جهانی اول چگونه بوده است؟ آیا می‌دانید؟ ورود آمریکا به جنگ جهانی اول طوفان دیگری بود. وی در سال 1917 وارد جنگ جهانی شد و نقش کلیدی در پایان جنگ نیز ایفا کرد. با ورود به جنگ، آمریکا به عنوان یک قدرت صنعتی قدرتمند منابع و نیروهای نظامی فراوان را به تیم متفقین اضافه کرد. نیروی آمریکایی وارد جبهه‌های اروپایی شدند و در جنگ‌های مهمی همچون معرکه بلژیک و معرکه آرگون نقش اساسی داشتند. تأمین منابع مالی برای متفقین و ارائه کمک‌های اقتصادی به متحدین موجب تقویت امکانات نظامی و اقتصادی آنان شد. آمریکا همچنین نقش مهمی در تشکیل پیش‌نشین‌های سازمان ملل و رویدادهای مهم پس از جنگ داشت که این نقش اساسی و برازنده آمریکا در جنگ جهانی اول را به نمایش می‌گذارد. اما چگونه ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم تغییرات و تحولات ایجاد کرد؟ سوال دیگری است که باید به پاسخ آن پرداخت. دقیقاً ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم تأثیرات گسترده‌ای داشت. حضور آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین نیروهای متفقین باعث تعادل نیروها در جنگ شد. با ارسال نیروهای نظامی، تجهیزات و منابع، نقش کلیدی در نبردهای همچون دیدی بیچ، استالینگراد و نورماندی به عهده گرفت. اقتصاد آمریکا نیز با تأمین امدادهای مالی به متحدین و تولید تجهیزات نظامی
از تأثیر زیادی بر دوران جنگ برخوردار بود. ورود آمریکا باعث تسریع پایان جنگ، افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان و تأسیس برگزاری ملل متحد و نظام بین المللی جدید شد. دقیقاً و واضحاً ما به طور مستقیم تاثیرگذاری آمریکا در جنگ جهانی دوم را نیز مشاهده نمودیم. اما آمریکا چگونه در دوران جنگ سرد عمل کرد؟ سوال دیگری است که باید به پاسخ آن بپردازیم. در دوران جنگ سرد آمریکا به عنوان رهبر بلوک غربی مقابل شوروی و بلوک شرقی ایستاد. آمریکا با وسیله استراتژی‌های همچون متحد کردن کشورهای ضد شوروی، ارسال کمک‌های نظامی و اقتصادی به کشورهایی که با نیروهای شوروی در تعارض بودند و ایجاد سیاست‌های تحریم بر علیه شوروی، فشار اقتصادی و نظامی را بر شوروی افزایش داد. اما آمریکا همچنین در توسعه توان نظامی و هسته‌ای خود نیز تلاش می‌کرد و در داخل و خارج از کشور برنامه‌های ضد کمونیستی را اجرا کرد. وی بیشتر از پیش قدرتمند و توانا گشته بود. پس بیایید به این بپردازیم که چگونه سقوط اتحادیه جماهیر شوروی تأثیرگذاری بر آمریکا داشته است. سقوط اتحاد جماهیر شوروی تأثیرات بسیاری بر آمریکا داشت. این رویداد نشان داد که سیاست‌های فردیک، امتیاز و استراتژی‌های جنگ سرد آمریکا علیه شوروی جوابگو بوده و باعث شکست رقیب اصلی آمریکا شد. این واقعه بازوبندی بر تأثیر قدرت آمریکا در جهان و تأکید بر سیاست‌های دموکراتیک و اقتصاد بازار بود. همچنین سقوط شوروی به عنوان یک از رقبای اصلی آمریکا در سیاست خارجی و تأثیرگذاری بر چین و دیگر کشورهای سابق بلوک شرقی جایگاه آمریکا را به عنوان قدرت برجسته‌تری تقویت کرده است. و حالا سوال آخر اینجاست: آمریکا چگونه به عنوان یک قدرت جهانی شناخته می شود؟ آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی به دلیل ترکیب منحصر به فرد از عوامل شناخته می شود. با داشتن نظام سیاسی دموکراتیک، اقتصاد بازار و نیروی نظامی بزرگ، آمریکا نقش برجسته در مسائل بین المللی ایفا می کند. پیشرفت‌های علمی و فناوری، توانایی بالا در تأمین امنیت جهانی و پویایی در اقتصاد جهانی این کشور را به عنوان یک از قدرتمندترین کشورهای جهان تایید می کند. علاوه بر این، نقش فعال در سازمان‌های بین المللی، مذاکرات دیپلماتیک، مؤثر و تأثیرگذاری فرهنگی و رسانه‌ای آمریکا را به عنوان یک قدرت جهانی ترسیم کرده است و این از شروع تا مدرنیت